د خیال انځور. د خیال انځور یا د خپرونه د شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په اړه ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې د شاعرانو ژوند ته کتنه او خپل شعري فلسفي انځور وړاندې کوي. وای زکه خو مې زړه له غمه ډک له اضطراب دی، زکه خو مې زړه له غمه ډک له اضطراب دی، خوی دې د اغزیو دی او رنګ دې د ګلاب دی. تا ودا شزنا وخت واد کېږم، یو ماتم کوم نو پست واد کېږم. یا د ادبي خپرونه هر جمعه 4 بجې او تکرار د یکشنبه د ورځې 2 بجې مه هېروئ. کندوز رادیو د ادبي ذوق پالونکي 9.6 FM. د خیال انځور. د خیال انځور زندگی برگردنت افتاده بدل چاره چیست؟ زندگی برگردنت افتاده بدل چاره چیست؟ چاره باید زیستن، ناچار باید زیستن. به نام خداوند دانا و توانا سلام و عرض درود دارم خدمت همه شنونده های برنامه د خیال انځوری رادیو کندوز. امید که همه تان دارای صحت کامل بوده و روز و شب را بخیر سپری کرده باشین و تا این حال بخیر رسانده باشین. همانند قبل حالا هم یک شاعر عرض معذرت امروز در برنامه دکلماتور مستعد ولایت کندوز استاد مولانا نورالله محسنی را دعوت نمودیم تا از آواز زیبای از او شما را مستفید بگردانیم. محسنی صاحب عزیز سلام و عرض ادب داریم، خوش آمدین به برنامه ما. یک سلام خاص برای شما و علیکم السلام. نورالله محسنی هستم. واقعا از برنامه‌تان خیلی خوش شدم که دعوت دادین. الله متعال کمتون نکنه. خیلی خوشحال هستم که برنامه‌تان آمدید. جهان سپاس. محسنی صاحب عزیز اگر خودتان را به معرفی بگیرین که نورالله محسنی کیست، از کجاست؟ استاد نورالله محسنی هستم از ولایت کندوز. فی الحال هم در ولایت کندوز زندگی میکنیم. و مربوط به کدام قریه هستیم؟ مربوط قریه باغمیر لرخابی. خب در باغمیر لرخابی. بله سر. تولدتان دموج شده؟ بله سر، تولدم دم قریه شده. درجه تحصیلتان چقدر است؟ درجه تحصیلمون تقریبا حدودی 6 سال میشه. دیگه درجه بندی کتاب است و درجه 6 هستیم. خب یعنی بخش شرعی را میخوانید؟ بله سر. مکتب خواندین یا نخواندین؟ مکتبم صنف 11 هستیم. خب مصروف چه کار هستین محسنی صاحب؟ فی الحال مصروف درس و تعلیم هستیم. دیگه در یک مدارس امام هستیم و درس تعلیم هم میدیم. ولی چون شما در یکی از نمازها بله سر. امامت میکنین؟ بله سر. من اوجا حضور داشتم. جهان سپاس. محسنی صاحب چی چیز باعث ازی شد که شما دکلمه بکنین، البته شعرهای شعرا را بسراین و یعنی همون شعر شاعرها را شما به مردم برسانین؟ دیگه زمینه مصاحبه شد که ما دیگه اول از مدرسه اصلا قدر شویقی نداشتم. روز یک روزها میلاد النبی مولد رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. به مدرسه و در مسجد ما رفتیم. در اونجا که از نعتخوانا نعت نبوی را میخوان و خیلی او را که دیدم خیلی عاشقش شدم و خواستم که یک نعتخوانی بسیار خوب دو کلماتور باشم. بسیار خوب. همی کسایی که یعنی قاری های مدارس هستن، ما خودی ما مدرسه خواندیم و از ما یک کتاب بود به نام فروغ قلب‌ها. او را باز
یادش بخیر استاد ما به نام قاری صاحب حفیظ الله هم داشت، باز او برای ما درس میداد. باز یک بخشی از امو البته در هفته به نام دعاها بود که اوجا باز ما می فروی قلبها را در میخواندیم. به نام یک شعرش بود که ما هریم باید مستن در وقت صبح و گاهان بوی محمد آید، اندر سوای مردان بوی محمد آید. راستی هم زمانی که یادم در مدرسه می باشه مصروف درس می باشه، در اوجا باز می شعر و شاعری خیلی دوست می داشته باشه و از او گاه ناگاه البته یک سروده یعنی می سرایم. محسنی صاحب عزیز، یک شعری از شما میشنویم، شاعرش کی است؟ سیسته یکی از شعراست، از شعر سعدی صاحب است. خیلی یک شعری پرمعنا و پرمفهوم است که انشالله برای شما هوشیار باش خواجه که از مرگ چاره نیست، غافل مشو که عمری عزیزت دوباره نیست. در بندگی بکوش که فرصت همین دم است، زیرا که روزی مرگ به کسی آشکار نیست. بردار و توشه سفر راه آخرت، راهست و خوفنا که هیچ اشک و ناره نیست. چون کاروان مرگ روان است و روز و شب، عبرت بگیر و خواجه که این سنگ و خاره نیست. بسیار عالی، بسیار عالی. محسنی صاحب عزیز، کدام دیپلماتور را دوست داریم؟ دیپلماتور بسیار که من دیگه خوانده‌ورش هستم، خیلی دوستش دارم. دیگه به نام مولانا شیر احمد سیفی میگه، از هرات است. خیلی دوستش دارم، خیلی شایقش هستم. او را دیدین از نزدیک؟ از نزدیک ندیدیم، خب خیلی شایقش هستم که از پیش ببینم و همراه کلام شما. بسیار شما شعری از سعدی صاحب برای ما سرودین، کدام شاعرها را دوست دارید؟ از شاعرای سابق که در تاریخ نام دارم، از جامی صاحب زیاد دوست دارم، از سعدی صاحب، از مولانا صاحب خیلی دوست دارم. بسیار واقعا مولانا محمد بلخی بله سلام، خیلی شاعر توانا خیلی و به حساب یک صوفی بودن. بله سلام، شعرهای از او اکثرا صوفیانه بودن. دیگه ما هم خیلی دوستش داریم. چطور بیدل صاحب دوست دارین یا ندارین؟ رضا عبدالقادر بیدل بسیار. جهان سپاس، یک شعر دیگه از شما میشنویم. غم مخور ای بنده که غم خورت منم، این جهان و آن جهان یارت منم. بر سری بازار ملک کائنات، اول و آخر خریدارت منم. در دل شبها بینال زار و زار، دوست و دار و ناله زارت منم. رو بدار و خانه لطفی منار، چون شفای جان بیمارت منم. گر به جنت می روی بی ما مرو، چون صفای باغ و گلزارت منم. گر به دوزخ می برن خوش و برو، چون که از آتش نگه دارد منم. یک شعر دیگه هم اگه کمی تورانی تر باشه. ماشاءالله آوازتان خیلی زیباست، ما خیلی شایق آوازتان هستم. محسنی صاحب عزیز، ای ساربان آهسته ران، آرام
جانم می رود، آرام جانم می رود. آن دل که با خود داشتم با دوستانم می رود، با دوستانم می رود. او می رود دامن کشان، من زار و تنها ناتوان. دیگر مجو از من نشان، گز دل قرارم می رود، گز دل قرارم می رود. در رفتن جان از بدن گویند و هر نوع سخن، من خود به چشم خوشتن دیدم که جانم می رود. باز آیو بر چشمم نشین ای دل فریب و نازنین، کاشوب و فریاد از زمین تا آسمانم می رود. سعدی فغان، سعدی فغان از دستی ما لایق نبودی بی وفا، چون صبر و نتوان جفا. آه فغانم می رود، چون صبر و نتوان جفا. آه فغانم می رود. بسیار عالی، بسیار عالی محسنی صاحب. خداوند به علمتان با آوازتان برکت برده. کدام چی کسی شما را تشویق میکنه؟ من وقتی که مدرسه را شروع کردم، یکی از مدارس ولایت کندوز که به نام احسن العلوم میگه، که در پیش جناب استاد بزرگوارم مفتی سید محمد حسن محسن البرهانی که یکی از علمای حقانی است، خیلی دوستش هم دارم، استاد مهربانی است و او خیلی مرا تشویق کرد. وقتی که در مدرسه آمدم من نو دیگه نعتخوانی مثلا نعتای نبوی را میخواندم، خیلی ضعیف بودم. وقتی که در مدرسه آمدم خیلی تشویقم کرد و خیلی پیشرفت کردم. تقریبا دیگه استادم خیلی سری ما زحمت کشید. الله متعال اجر بپایان برشان عطا بگیرد. آمین. اولین شعری که شما سرودین به یادتان است؟ بله سبا. اگر برای ما اولین شعری که سرودیم به نام آرام جانم بود که خیلی دوستش داشت استاد ما و استادم هر وقت میگفت که برای ما بسورید. در روزهای جمعه حلقه ذکر داریم و در اون خیلی داریم. دیگه دوستان شما را تشویق میکنه؟ بسیار، خیلی دوستا تشویق میکنه. یکی از نامه‌هاش میگیریم که قاری بسم الله سیفی میگه نعتخوانی مشهور ولایت کندوز است، خیلی تشویق ما میکنه. بسیار امور اگر برای ما آرامی جانم نامی محمد، ورد زبانم نامی محمد، سوزد درونم از شوق رویش، فیضی کلامم نامی محمد، آرامی جانم نامی محمد، ورد زبانم نامی محمد، تا هست و جانم در دار فانی، هر لحظه خوانم نامی محمد، در روز محشر از آتشی تیز باشد امانم نامی محمد،
باشد امانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد. جانم فدایش شده است و فیلش، هستی کامم نام محمد. بگذاشتم من عیشی جهان را، عیشی جهانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد. نقاشی بچون خوش نقش و گردان، در دل نهادم نام محمد، در دل نهادم نام محمد، ورد زبانم نام محمد. هزاران درود و صلوات بر محمد صلی الله علیه وسلم ناجی بشریت. جهان سپاس محسنی صاحب عزیز. سوال ما این گونه بود، در انجمن‌های ادبی شما اشتراک می‌کنید؟ بله صاحب، یکی از پیشترم نام گرفتم که مدارس احسن العلوم، شب‌های پنجشنبه به نام انجمن که خیلی یک پرشکوه محفل است. در اونجا که از خیلی نطخوانای مشهور، یکی از شاعرای ولایت کندوز که به نام ولی محمد ساحل در اونجا حضور پیدا میکنن. خیلی یک شاعر مشهوری هستن و دیگه نطخوان بزرگ ما مولوی سیب الله همدرد در اونجا حضور دارن. خیلی دیگه اولادهای مردم و بچه‌ها دوستای ما در اونجا نطخوانی ترانه‌خوانی دکلمه میکنن. خیلی خوش هستیم که در اون محفل ما اشتراک میکنیم. خیلی همدرد صاحب و ساحل صاحب یکی از افتخارات ولایت کندوز هستن. خیلی جوانای مستعد و با استعداد هستن. محسنی صاحب، شما همی دکلمه هایتان در صفحات مجازی به نشر میسپارین؟ یعنی حدود 6 ماه الی 7 ماه میشه که دیگه در مدرسه که در اونجا تدریس میکردم درس میتم، تقریبا حدود 6 ماه میشه که نشرات نداریم. پیش این نشرات داشتیم، بعضی دکلمه بعضی نطار و نترانه رو که میخوندیم اونا رو نشرات میکردیم. بسیار خوب. برای یک شعر که کسی دیپلم میکنه کدام چیزها را باید مد نظر بگیره؟ کدام مسائل است که اونا باید او را مد نظر گرفته و شعر بسرایه؟ یک کسی که میگه من دیگه نعت بسرایم یا نظم یا ترانه، او باید دیگه صوت خوب داشته باشه، چون صوت در هر چیز خیلی انسان را پیشرفته میکنه و دیگه وزن و قافیه و شعر با وزن و قافیه یا نعت یا ترانه نظم باید خوانده بتونی ها را به خود که از مد نظر بگیره. خیلی مهم است. یعنی کمپوزش درست‌تر. بله سوا. بسیار. یک نعت شریف یا حمد شریف است. درست است. یا رسول الله حبیب خالق یکتا توی، برگزیده ذوالجلال و پاک و به همتا توی، نازنین حضرت حق صدر و بدر کائنات، نور چشم انبیا چشم و چراغ ما تویی. در شب معراج بود جبرائیل اندر رکاب، پا نهاده بر سری گنبد خود را تویی. یا رسول الله تو دانی امتانت عاجزان را رهنما و پیشوای ما تویی. شمس تبریزی چی داند نعت پیغمبر زبور، مصطفی و مجتبی وی سید اعلا تویی.
یا رسول الله ما قربانیت شوم صدقه اسرار و خاصانت شوم یا رسول الله چه خوش بوی است و این بوی شما بوی مشک و عطر و عنبر نیست چون بوی شما بوی مشک و عطر و عنبر نیست چون بوی شما. بسیار عالی، بسیار زیبا. جهان سپاس محسنی صاحب عزیز. چی توصیه دارین برای همقطارانتان؟ توصیه ما امین است که جوانانی که اگر صدای مرا میشنوند اولی که درس و تعلیم کنن، چون درس و تعلیم انسان را به الله میکشانه، قرب الله را به اون نزدیک میکنه و درس و تعلیم یگانه چیزی که انسان را به الله میرسانه این درس و تعلیم است. علم خیلی یک چیزی خوبی است که الله متعال او را تعریفش به قرآن کرده و دیگر در عقیب علم انسان وظیفه‌ای داشته باشد که مشغول به طرف علم باشد که همون وظیفه او را به طرف علم میکشاند. پس امی توصیه به جوانان و به کسانی که صدای میشنون امی توصیه است. بسیار عالی. محسنی صاحب عزیز اگر کدام سوالی از ما از شما نپرسیده باشیم و در ذهن شما خطور کرده باشه میتونین. سوالایتان ماشاءالله خیلی سوالای ارزشمند بود، خیلی خوش شدیم و برنامه شما آمدیم. الله متعال کمتان نکنه. خیلی خوشحال شدیم که از پیش شما رو دیدیم هم کلام شدیم و باز هم یک بار دیگر بر شما هم خوشحالی میگیم که در اینجا با شما. جهان سپاس آمدنتان به دیده قدر است. رادیو کندوز رادیو خود شماست، ما در خدمتتان هستیم. باز هم یک گیتی سپاس که قدم را اینجا فرمودین و رادیو کندوز آمدین و دعوت ما را قبول کردین. بسیار زیاد تشکر. دوستان نهایت عزیز، جهان سپاس از شما که تا این دم ما را در برنامه همراهی کردین. تا با یک نعتخوان و یک شاعر دیگر که ما برنامه خدا آغاز میکنیم شما را به خداوند لایزال میسپاریم. اوقات خوبی داشته باشید. خدا حافظ.